بسم الله الرحمن الرحیم. یا علیم یا علم الغیوب یا حکیم. سلام خدمت شما عزیزان. موضوع کلیپ در خصوص وفق بسیار بسیار قدرتمند برای گیرایی قلم. ببینید گیرایی قلم یعنی چه؟ ببینید اون حالا عده از عزیزانی که تو زمینه‌های البته این وفق مختص دعا و طلسمات رحمانیه، یعنی حالا اوفاق رحمانی، دعا و طلسمات رحمانی استفاده میشه. اون عزیزانی که حالا برای مثال میخوان نسخه طلسمی برای اطرافیان یا شخصی انجام بدن، اگر خواسته باشن تاثیرگذاری اون طلسم یا اون قلمی که میزنن تاثیرگذاریش را چندین برابر کنن، حتما این آموزش را تا انتها ببینن. و اینکه حتما آموزش اذن روحانی هم که داخل ویدیوهای قبل قرار داده شده حتما اونم تماشا کنین. در خصوص کسایی که حالا خیلی از عزیزان هستن میان میگن حالا آموزشاتی داخل فضای مجازی میذارن، طلسماتی داخل فضای مجازی میذارن، ما میایم انجام میدیم، نه تنها تأثیری نداره بلکه مثلا نحسی و گرفتگی و سنگینی هم رو زندگیمون میندازه، یا حتی واسه اون شخصی که مثلا ما انجام میدیم نه تنها واسهشون تاثیرگذار نمیشه بلکه سنگینی و نحسی هم واسه اون شخص ایجاد میکنه. خب ببین اگر به همین راحتی و سادگی بود که هر شخصی از راه میرسه مثلا حالا داخل فضای مجازی، داخل یوتیوب، داخل اینترنت سرچ کنین، بالا بر 1000-2000 PDF کتاب دعانویسی واسهتون میاره. اولا که 90% کتابایی که داخل بازار هست کتابای از قبیل مرجان جادو، تمتم هندی، کنزل الحسین، اینجور کتاب ها 90% نسخه، یعنی 99% نسخه های طلسماتش ناقصه، به صورت ناقص قرار داده شده و فقط اهل فن یا اون اشخاصی که واقعا دوره دیدن و ریاضت کشیدن میتونن مثلا نقص اون طلسم را متوجه بشن. و حالا دعا و طلسماتی هم که حالا بعضی از اساتید داخل مجازی قرار میدن، خب ببین اگر از به این همین سادگی ها بود که هر شخصی از راه میرسه یه قلم دست بگیره بخواد دعا بنویسه، خب الان واسه خودشون همه دعانویس بودن. اون اشخاصی که قلم دست میگیرن دعا مینویسن، اینا کلی دوره گذروندن، ریاضت کشیدن، چله گذروندن، چله های سنگین پشت سر گذروندن تا بتونن روحانیتشون رو بالا ببرن، تا بتونن تاثیرگذاری قلمشون رو به حدی بالا ببرن که به محضی که یعنی نفسشون رو به حدی گیرا کنن که به محضی که قلم دست میگیرن و واسه شخصی کار انجام میدن، تاثیرگذاری اون طلسم به خوبی واسه اون شخص روی زندگیش گذاشته بشه. خب مشخصه شخصی که از راه میرسه خواسته باشه قلم دست بگیره، اصلا یا آموزشی میذارن میگن این بابت رزق و روزی یا بابت زبان بند یا بابت هر مسئله، طرفی که نه ریاضت کشیده، نه چله گذرونده، نه اینکه برای مثال آداب دعانویسی چیزی حساب متوجه میشه، یا اینکه نه آشنایی با بخورات داره، نه آشنایی با نوع قلم داره، همینجور بخواد دعا بنویسه مسلمه که اصلا تاثیرگذاری واسش نداره و بلکه ممکنه نحسی و گرفتگی و بستگی هم رو زندگی شخص بندازه. ببینید اون عده از عزیزانی که دعانویسایی که حالا واقعا دوره گذروندن، ریاضت کشیدن، این کارا رو انجام میدن، اینا تو مرحله اول خود استادشون که زیر نظرشون دوره میگذرونن کامل پاکسازی واسهشون انجام میده، یعنی هر گونه نحسی و گرفتگی و سنگینی و سیاهی که روی زندگی و طالع و بختشون باشه، روی اقبالشون باشه، کامل پاکسازی میکنه اون استاد واسش. تا اینکه ببین شخصی که خودش دارای نحسی و گرفتگی و بستگی رو زندگیش باشه نمیتونه گره از کار کس دیگه ای باز کنه، گره از زندگی شخص دیگه ای باز کنه. پس در مرحله اول باید خود اون شخص کامل از هر گونه نحسی و سنگینی پاکسازی بشه و بعد خود اون شخص، منزل اون شخص که میخواد قلم بزنه کامل حصار بشه در برابر سحر و جادو، در برابر نحسی، سنگینی و اینجور مسائل حصار و حفاظ بشه. که اگر یک زمانی برای مثال یک طلسمی شما انجام دادین، طرف مقابلتون برای مثال یا طلسم سیاهی انجام دادین، طلسم بستن انجام دادین، طلسم احضاری انجام دادین، وقتی که اون طلسم انجام دادین برای مثال اگر طرف مقابلی که واسش طلسم میزنین اگر حصار باشه، این طلسم برگشت میخوره با زندگی خود اون شخص، و اگر شما حصار نباشین، حفاظ نداشته باشین، باعث نحسی و گرفتگی روی زندگی خودتون اعضای خانواده میشه. پس عزیزان در مرحله اول اون عزیزانی که حالا میخوان علاقه دارن تا میتونن زیر نظر استاد آموزش ببینن، و اگر بازم حالا شرایطی ندارن که حضوری در نظر استادی که شخصی آموزش در نظر زیر نظر اساتیدی که حالا
اهل فن هستن حالا تحقیق کنه، مثلا داخل مجازی هم میتونین مراحل آموزشی به حساب دعانویسی این چیزا رو میتونین بگذرونین، ولی در کل بیگدار به آب نزنین. یعنی چیزی که دوره ندیدین، آموزش ندیدین، به هیچ عنوان قلم دست نگیرین. خواسته باشین کاری انجام بدین که باعث نحسی و گرفتگی حالا خودتون به کنار، باعث نحسی و بستگی روی اعضای خانواده یا بچه کوچیکی دارین، باعث نحسی رو زندگی این اشخاص بشه. خب میریم سر موضوع کلیپ در خصوص گیرایی قلم. ببینید عزیزانی که حالا قلم میزنن، دوره گذروندن، بخوان تاثیرگذاری قلمشون چندین برابر بشه. یعنی شما اگر مراحل کامل انجام بدین، یعنی این کار، این عملی که امروز بهتون آموزش بدم و اگر انجام بدین، گیرایی قلمتون رو ممکنه 10 برابر کنه. در صورتی که میگم حتما زیر نظر استادی آموزش دیده باشین، خودتون حصار باشین، خانواده حصار باشن، منزل حصار باشه و بعد شروع کنین به انجام دعا و طلسم و اینجور مسائل. و ببینید عزیزان این وفقی که دارین داخل تصویر میبینین، بارها ما داخل ویدیو گفتیم اگر تصویر شفاف نیست، ببینید دیگه ما الان گوشی روی سپایه قرار دادیم به صورت ثابت، اصلا تکونی نداره، ولی بازم ما نمیدونیم داخل وقتی که یوتیوب قرار میگیره از کیفیت تصویر میاد پایین. این مشکل ما نیست. و اینکه حالا بازم اگر تصویر مشخص نیست، شما داخل واتساپ، تلگرام، آیدیش همه این بالا خورده، بالای تصویر آیدی خورده، اونجا پیام بذارین بدون هیچ چشم داشتی، تصویر شفاف و واضح واسهتون ارسال میشه. ببین از این نسخه را توی 2 نسخه می‌نویسین با بخور طیب. بخور طیب مثلا میتونه از کندور استفاده کنه، میتونه از عودای دستساز هندی استفاده کنه، عودای شاخه‌ای هندی دستساز میتونین استفاده کنین. و یک شنبه بعد از نماز صبح، یا یک شنبه میتونین انجام بدین، یا 5 شنبه بعد از نماز صبح، یعنی همون به محضی که لوازمتون رو میذارین کنار سجاده، به محضی که نماز صبحتون تموم شد، بعد از نماز صبح تو 2 نسخه مینویسین این وفق را 2 نسخه مینویسین و یه نسخه را تا میزنین و میذارین کنار، یه نسخه را دور قلمتون میپیچین همون روز، یعنی همون صبح دور قلمتون به این صورت میپیچین. ببینین الان دور قلم پیچیده شده و حالا چسب میزنین دورشو، دور قلم میپیچین و هم قلم و هم نسخه‌ای که نوشتین اون نسخه باید به بازوی راستتون بسته بشه. حالا اگر دست چپ هستین به بازوی چپ، اگر دست راست هستین به بازوی راست باید بسته بشه. زمانی که بخواید قلم بزنین نیاز نیست همیشه همراهتون باشه. زمانی که بخواید دعا و طلسم انجام بدین 2 نسخه می‌نویسین، یه نسخه تا میزنین برای بازو، یه نسخه و دور قلمتون میپیچین و بعد همون روز از سپایه از جنس چوب انار شیرین آویزون میکنین. سپایه چوب انار شیرین تهیه میکنین، آویزون میکنین. حالا اگر سپایه چوب انار باشه که خیلی بهتر، اگر نبود از یک جای آویزون کنین که بتونین زیرش بخور روشن کنین، که حالت آویزون باشه زیرش بخور روشن کنین. اگر سپایه باشه خیلی بهتره، سپایه چوب انار شیرین. بازم نبود مسئله ای نیست، میتونین از یه جای آویزون کنین، قلمتون رو میبندین به یه نخ و دعا هم میبندین به یه نخ، آویزون شده و به تعداد ابجد اسم خودتون و اسم مادر، به تعداد ابجد اسم خود و اسم مادر سوره قلم از آیه اول تا آیه 10 را به روش میخونی. به روش میخونی یعنی شما حالا ابجد اسم خودتون و اسم مادرتون رو حساب میکنه، حالا هرچی در اومد. اگر تعدادش زیاد شد، حالا اگر به تعداد ابجد اسم خودتون و اسم مادرتون بخونین خیلی تاثیرگذاری عالی داره. حالا برای مثال بعضی از اسمها هست، مثلا برای مثال یه چیز اولوش 2000 و خورده‌ای ابجدشون در میاد، مثلا 1000 خورده‌ای در میاد. اگر سختتون بود برای خوندنش 21 مرتبه هم بخونین کافیه. 21 مرتبه به چه صورتی میخونین؟ مثلا سوره قلم را از اول آیه تا آیه 10 میخونین، یعنی 21 مرتبه. ببینید 1 مرتبه که خوندین، 1 مرتبه توکیلی که وسط وفق نوشتین را میخونین. توکلوا یا خدام هذا الوفق العظیم اعطى القوة العظیم. فلان ابن فلان، اگر آقا بودین ابن میارین، اگر خانم بودین بنت میارین. وان کل ما یکتب یجب الرد علیه. این را توکیلا میخونین، یعنی
شما یک مرتبه سوره را میخونین تا آیه 10، سوره قلم تا آیه 10 میخونین، یک مرتبه توکیل. بعد هر 10 مرتبه ای که خوندین 10 مرتبه سوره را میخونین، 10 آیه اول سوره قلم را میخونین و یک مرتبه توکیل. و یعنی کلا 21 مرتبه جمعا میشه چقدر؟ یعنی یک مرتبه اول شما میخونین که بهش میگن سر رأس عقود، یعنی جایی که قطع میشه، یعنی یک مرتبه، یعنی 21 مرتبه، یک مرتبه توشه 2 تا 10 مرتبه. یه مرتبه که خوندین، یه مرتبه توکیل، 10 مرتبه خوندین سوره قلم را تا آیه 10، یک مرتبه توکیل و 10 مرتبه دوم که خوندین یک مرتبه توکیل، جمعا میشه 3 مرتبه توکیل خونده میشه. و ها میکنین روی قلم و کاغذتون و میذارین کنار برای زمانی که حالا بخواین قلم بزنین، دعا و طلسم چیزی انجام بدین. حالا اگر دست راست هستین دعایی که برای چی هست داخل بازوبندی میذارین، به دست راستتون میبندین و اون نسخه هم که دور قلمتون پیچیده شده و شروع به نوشتن میکنین. این عمل باعث این میشه که مثلا تاثیرگذاری اون قلمی که میزنین، اون طلسمی که انجام میدین چندین برابر بشه، یعنی انرژی اون کار، انرژی اون طلسمی که میزنین چندین برابر بشه. وفق کاملا صحیح، فقط طبق وفق مربع از عدد کوچیک به بزرگ حتما پر بشه. ببینید مثلا عدد شروع کننده وفق از 3100 شروع میکنیم به نوشتن، 3116 3132 همینطور 16 تا میرین بالا تا خونه به حساب تا وفق کامل بشه. کامل که وفق نوشتین مثلا دور تا دورش می‌نویسین و بعد آیات را دورش می‌نویسین و تربیه میدین به بسم الله الرحمن الرحیم و قول الحق و له الملک و با حتما حبر روحانی، جوهر روحانی، مشک و زعفران و گلاب. و زمان عملم که بهتون گفتین یک شنبه بعد از نماز صبح یا 5 شنبه بعد از نماز صبح میتونین این کار رو انجام بدین. بازم عزیزان میگم اگر جایی مشکلی دارین، سوالی دارین، اگر تصویر شفاف نیست میتونین پیام بدین، بدون هیچ چشم داشتی تصویر واضح واسهتون ارسال میشه. آموزش هم که دیگه ما 0 تا 100 داخل ویدیو گفتیم، دیگه نیازی نیست اونجا ازمون سوال کنیم و وقت ما رو بگیریم. بازم حالا اگر جای نکته خیلی مهمی بود، حالا سوال خیلی مهمی بود، میتونیم مطرح کنیم، پاسخ داده میشه در هر صورت. دیگه آموزش به صورت کامل فکر نمی کنم نکته یا جا انداخته باشم. حالا انشالله که موفق باشین در پناه حق.